اغلب خودرو رو به بدنه و قطعات مکانیکی میشناسیم. اما درست مثل بدن انسان که پر از مسیرهای رگ برای جریان خونه، یه خودرو مدرن هم پر از سیم‌های متعددیه که وظیفه انتقال جریان الکتریکی بین قسمت‌های مختلف قطعات الکتریکی خودرو رو بر عهده داره. 1 متر و 2 متر نیست. در مجموع صحبت بین 1 تا 2 کیلومتر سیم در یک خودروست. به دنیای پیچیده دست سیم‌های خودرو خوش آمدید. شرکت کروز از سال 1360 با تولید کلیدهای لوازم خانگی کار خودش شروع کرد و به مرور وارد مدار تولید قطعات شرکت مخابرات شد و با تحولی که توی صنعت خودروسازی کشورمون در حال انجام بود، کم کم موضوع قطعه‌سازی ساخت قطعات خودرو هم در دستور کارش قرار گرفت. تولید دست سیم از اوایل دهه 70 سال 72 و 73 با دستسیم‌های خودروی پژو 405 شروع شد. خودروی پراید بهش اضافه شد و دستسیم‌های خانواده تارا، دستسیم‌های خانواده فیدلیتی، دیگنیتی و اکثر دستسیم‌های خودروسازهای داخلیمون رو تامین می‌کنه. کیفیت به نظر من مهمترین اصله که وقتی به دست مصرف کننده میرسه احساس رضایت داشته باشه. فرآیند تولید دست سیم به این شکل هستش. ما توی کارخونه 1 خودمون سیم رو تولید میکنیم. آیه خریداری میشه، مس خریداری میشه و طی پروسه هایی که وجود داره سیم توی قطرهای مختلف، کلاس حرارتی‌های مختلف تولید میشه و بسته به برنامه تولید که ما توی سایت دست سیم داریم دوستان ارسال میکنن برای ما. دست سیم خودرو به شبکه‌ای از اتصالات الکتریکی گفته می شود که جریان الکتریکی و سیگنال ها را به کلیه تجهیزات الکتریکی خودرو منتقل می کند. این سیستم یکی از اصلی ترین و مهمترین اجزای خودروست و وظایف زیادی را بر عهده دارد. بخش تولید دست سیم در شرکت کروز در فضایی با مساحت 15,000 متر مربع فعالیت می کند. مجموعه‌ای که با توجه به نیاز مبرم صنایع خودروسازی کشور در سال 1375 راه اندازی شد. به طور خلاصه اگه خدمت شما عرض کنم، تو بخش بهبودها مشکلات اپراتورهای تولید رو میبینیم و در جهت برطرف کردنشون تلاش میکنیم. دامنه و کیفیت عملکردها و آپشنها در وسایل نقلیه مدرن در حال افزایش است و این امر باعث افزایش تقاضا برای دست سیم در صنعت خودرو می شود. اکثر خودروهای مدرن دارای دست سیم‌های یکپارچه‌ای هستند که نسبت به دست سیم‌های قدیمی پیچیده ترند. در حال حاضر با پیشرفت خودروها به ویژه در بخش‌های الکترونیکی، دست سیم‌ها بسته به طراحی بخش‌های الکترونیکی ماشین طول مجموعی آنها به 1 تا 2 کیلومتر می‌رسند.
البته قاعده سیمکشی در خودروهای هیبریدی و الکتریکی با خودروهای معمول که موتور احتراق داخلی دارند بسیار متفاوت است. شبکه سیمکشی خودرو چند بخش متنوع دارد که در نهایت به هم متصل می شوند. دسته سیم داشبورد وظیفه آن ایجاد ارتباط تمامی ادوات برقی بر روی داشبورد با رایانه مرکزی خودرو است. دسته سیم موتور هم ارتباط تمامی سنسورها و تجهیزات الکتریکال موتور را با منبع برق و رایانه خودرو برقرار می سازد. خودرو دسته سیم‌های دیگری هم دارد. دسته سیم چراغ‌های عقب و جلو، درپای خودرو، دسته سیم اصلی، چراغ‌های سقف و بخش‌های متنوع دیگر. توی مجموعه کل همکاران هدفشون تولید یک محصول با کیفیت بالا هستش که بتونیم محصول مورد نظر مشتری در سطح استاندارد جهانی رو تحویل خودروسازها بدیم. در سال 1990 قبل از تحریم‌ها ما با شرکت‌های اروپایی تولید دسته‌سیم کار می‌کردیم و دسته‌سیم‌های خودروهای پژو و سیتروئن مدل‌های مختلف تولید می‌شد و برای خودروسازهای اروپایی صادر می‌شد. متأسفانه بعد از تحریم‌ها اعمال تحریم‌ها این موضوع کنسل شد. کیفیت خیلی در واقع مهم هست، اما توی این شرکت تمام کارکنان تلاششون رو میکنن تا اون ظرافتی که لازم هست رو به کار بگیرن، چون این شغلیه که خانوم ها در واقع بیشتر در اون کار میکنن و ظرافت های زنانه خیلی اینجا به کمکشون میان تا بتونن یک دسته سیم مناسب تر در واقع تولید کنن. از مهمترین دلایلی که بخوام بهش اشاره کنم که باعث شده که من 26 سال توی این مجموعه بمونم، میتونم به اون امنیتی که سازمان داره و مسیر رشد و پیشرفتی که توی سازمان وجود داره اشاره بکنم. بیشترین نیروهای این مجموعه رو خانم‌ها تشکیل میدن و فکر میکنم یکی از اصلی ترین دلایلش هدفیه که این شرکت به دنبال داره، تولید محصولات با کیفیت که به دقت زیادی نیاز داره که خانم‌ها اصولاً جزئی نگرتر هستن و دقتشون بیشتر. قطعه دسته سیم اولین قطعه‌ای هستش که در فرایند خودروسازی روی خودرو روی پلتفرم خودرو مونتاژ میشه و بعد از دسته سیم کفپوش‌ها، موکت، صندلی‌ها و سایر قطعات مونتاژ میشن روی خودرو. یعنی اگر دسته سیم وجود نداشته باشه تو فرآیند خودروسازی هیچ قطعه دیگه‌ای رو نمیتونیم مونتاژ کنیم. و بر اساس همین موضوع راحت میشه متوجه شد که دسته سیم تمام قطعات برقی خودرو، قطعات الکتریکی خودرو، رادیو، چراغ‌ها، آینه، ضبط، کولر، موتور، استارت، هر قطعه الکترونیک شما فرض بفرمایید داخل خودرو وجود داره، همه توسط دسته سیم‌ها عمل کرد. اگر دسته سیم وجود نداشته باشه هیچ کدوم از این قطعات کار نمی‌کنند. فرایند تولید دسته سیم در کروز با دسته‌بندی کردن سیم‌های خریداری شده شروع نمیشه، بلکه با تولید انواع سیم با کلاس حرارتی‌های متفاوت شروع میشه. بله، این شرکت سیم‌های مورد استفاده رو هم خودش تولید میکنه. همچنین لوله‌های PVC و لوله خرطومی‌هایی که وظیفه محافظت از دسته سیم‌های خودرو رو بر عهده دارند به صورت تولید داخلی مهیا میشن. به هر حال اینجا یه مجموعه تولیدیه که همه تولیداتش هم با کیفیت هم واقعاً تولیدی محسوب میشن.